در حقیقت استقلالیت برای ملت تاجیک ارزش بی‌بهاست و پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در این دوران زیاده از 30 ساله آنقدر تدبیرهای سودمندی را بهر آبادانی و پیشرفت کشور راه اندازی نمودند، آنقدر چهره‌های تاریخی را احیا نموده و به مردم بار دیگر معرفی کردند و اینقدر مؤسسه‌های تعلیمی که برای نسل نورس تأسیس یافتند شایسته تحسین است. و این من گمان میکنم که تاریخ آینده بهای واقعی تر از امروزه خواهد داد. کالج ما هم یکی از مؤسسه های دوران صاحب استقلال است و این در پرتو همان سیاست بسیار هم دوربینانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت در سمت هنر آموزی، کسب آموزی و بلند برداشتن معرفت نسل نورس تأسیس یافته است. در دایره دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب صاحبکار وطنی اکبر اسدالله سال 2018 کالج تکنولوژی فارماسیتی تاجیکستان در ناحیه یوان مورد استفاده قرار داده شد که در رفت افتتاح این بنای با حشمت این بارگاه علم و هنر به واسطه پیشوای معارف پرور ملت محترم امام علی رحمان اشتراک داشتند.